اگر انسان موحد نباشه هیچ عملش نزد الله عز وجل پذیرفته نمیشه، هیچ عملش. ببینید ابو طالب از رسول الله صلی الله علیه و سلم دفاع کرد، در پهلوی رسول الله صلی الله علیه و سلم ایستاد شد، دفاع کرد، به حمایتش برخاست. تمام تکالیف که رسول صلی الله علیه و سلم در راه دعوت متحمل شد، همچون مشقات تکالیف ابو طالب متحمل شد. با رسول الله صلی الله علیه و سلم در شیب بیرون شد، سالهای را در اونجا گذشتان، اما همه زحمات را که متقبل شد در ایران متقبل شد در راه دفاع از برادرزاده‌اش رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا برش مفید واقع شد؟ هرگز برش مفید واقع است. هنوز هم در جهنم است، هنوز هم در جهنم. حتی به خاطر رسول صلی الله علیه و سلم صرف عذابی که بر خواهد رسید، حدیث بخاری است، همین است کفش آتشین به پاش میشه که فرق سر جوش میخوره. وزارت به این میکنه ببینن که کسی که متمسک به توحید نباشه، هر نسبی حسب باشه، هر کاری که کنه در قد کارا هم مفید نیست. چرا کارا کلش مبتنی به چیست؟ مبتنی به توحید است.